دهه 80 میلادی رقابت شدیدی بین دو خودروساز بزرگ آلمانی یعنی BMW و مرسدس بنز شکل گرفت. میدون نبردشون کجا بود؟ جاده‌ها، پیست‌های مسابقه و البته قلب طرفدارای ماشین. این رقابت با ورود BMW M3 مدل EC و مرسدس بنز E190 مدل EVO 2 به اوج خودش رسید. هر دو ماشین با هدف شرکت در مسابقات DTM طراحی شدند و همزمان به صورت نسخه‌های جاده‌ای هم عرضه شدند. BMW M3 مدل EC با موتور 2.3 لیتری 4 سیلندر قدرتی حدود 215 اسب بخار تولید می‌کرد. شتاب 0 تا 100 حدود 6.7 ثانیه بود و حداکثر سرعتش به نزدیکی 240 کیلومتر بر ساعت می‌رسید. هندلینگش استثنایی بود، سبک و چابک و مخصوص پیست. ماشین مورد علاقه راننده‌هایی که عاشق چسبندگی تو پیچ‌ها بودند. اما مرسدس برای رقابت جدی‌تر دست به ساخت نسخه‌ای خشن‌تر از مدل E190 زد. مدلی که الان به اسم EVO 2 شناخته میشه. این نسخه خاص فقط 502 دست رو ازش ساخته شد تا شرایط ورود به مسابقات DTM رو داشته باشه. موتور 2.5 لیتری 16 سوپاپه که با همکاری کاسور ساخته شده بود، حدود 235 اسب بخار قدرت داشت و با گیربکس دستی 5 سرعت مسابقه هماهنگ میشد. اما جذاب‌ترین بخش ماجرا ظاهر ماشین بود. یک کیت آیرودینامیکی خشن شامل اسپویلر بزرگ عقب، گلگیرهای برجسته و اسپلیتر جلو که ماشین رو شبیه یه هیولای جاده‌ای کرده بود. شتاب 0 تا 100 EVO 2 در حدود 7.1 ثانیه و نهایت سرعتش نزدیک 240 کیلومتر بر ساعت بود. ولی چیزی که اون رو خاص می‌کرد پایداری عالی تو سرعت‌های بالا و فرمانپذیری دقیقش تو مسابقات بود. در مسابقات هر دو ماشین موفقیت‌های زیادی کسب کردند، ولی رقابتشون فراتر از عدد و رقم بود. این نبرد بین دو فلسفه متفاوت بود. یکی هندلینگ ناب و وحشی BMW و دیگری قدرت مهار شده مرسدس با طراحی حساب شده و پایداری بالا برای رقابت‌های بلند مدت. هنوزم که هنوز طرفدار ماشین تو دنیا سر این دو مدل بحث دارن که کدوم برتره و شاید هم هیچ وقت به جواب قطعی نرسن. اگه میتونستی یکی از این دوتا ماشین نوستالژیک رو داشته باشی، کدومشون رو ترجیح میدادی؟ BMW یا مرسدس بنز؟ لطفاً تو کامنت ها نظرت رو بگو.